امروز قراره بریم استنلی پارک، بریم ببینیم چه شکلیه. چند تا تابلو اطراف این درخته بود که اولی اومده بود توضیح داده بود که مرسوم بوده با ماشین، یا حالا همونطور که تو اون عکس مشخص بود با فیلم میان وای میسن تو حفره این درخته و عکس میگیرن. بعد یه حالت مثلا یه جای خیلی خاصی بوده براشون که این مدت یه زمانی گفتن که هر کس اینجا رو ندیده، انگار مثلا ونکوور رو ندیده، این تنه درخت رو ندیده، و یه حالت نماد بوده براشون. بعد همونطور که داخلش رو میبینید یه استراکچر فلزی خیلی محکم برای ساختن، چون یه زمانی داشته کج میشد و از بین میرفته، ولی داخلش رو اصلا من فکر نمی‌کردم خب اونجا هم همچین اینجا هم همچین چیزی باشه. ولی کلی یادگاری نوشته بودن و یعنی همه جا این آدمو پیدا میشن متاسفانه که روی درخت اینجوری قدیمی اومدن اینطوری یادگاریای خیلی بدجوری نوشتن. بعد این درخت اسمش درخت سرو غربیه، یعنی گونه‌اش و روغنش در برابر پوسیدگی مقاومه، واسه همین این همه ساله که باقی مونده. اینا رو تو همه تو این تابلوها نوشته بود. گفتن حدود 1000 سال این قدمت داره، یعنی روی چیز 1000 ساله اومدن اینقدر یادگاری نوشتن و احتمالاً قدیمی ترین درخت پارک استنلیه. از یه سری جریانات مختلفی که اتفاق افتاده این درخت جون سالم به در برده. مثلا سال 1865 تا 1885 بعدن یک سری از درختای پارک استنلی رو قطع کردن، ولی خب این جزشون نبوده. یا یه عالمه طوفان اومده که باعث انفجار درختای زیادی تو پارک شده، ولی این درخت فقط اون شاخ و برگای بالاشو از دست داده. ولی توی سال 1934 دیگه یه طوفانی میاد که حدود 2000 تا درخت پارک از بین میبره و متاسفانه این درخت هم یکی از اونها بوده که اول میفته ولی به مرور زمان حالا توش تخلیه میشه و بعد میان برش میگردونن سر پاش میکنن. بعد حالا یه سرمایه‌گذار داشته که میان بهش رسیدگی میکنن و این استراکچر داخلش رو میسازن و اینطوری. اینجا خیلی شبیه شماله با این تفاوت که خیلی تمیزه. الان این کنار راهو داشتیم رد می شدیم با محسن که صحبت میکردیم، یه دونه آشغال نیست واقعا و یه کوچولو هم درختاش خوشگل تره، قدیمی تر و خیلی قدیمی تر. بعد شاید حالا رسیدگی خاصی میشه، شاید هم قدیمی تره ولی واقعا تمیز. خیلی کاج داره. آره کاج و سوزنی برگ زیاد. اینجا روی این صندلی‌ها 2 تا حالت نوشته بود که نشون میداد این صندلی‌ها یادبود افرادی هستن که فوت کردن و حالا این صندلی رو درست کردن که حالا یه انرژی خوبی که آدم‌ها اینجا دارن برسه شاید به اون آدمایی که از دنیا رفتن. درخت از اینجا شکسته.
اون چقدر بار زده. آره دیگه. زوم کنیم. پوره باره. از اینا تو جنوب خیلی کم میشه دید. ما مثلا رفته بودیم بوشهر نمیدیدیم از این. اینجا چیه؟ مرغ. میبینی حالت گره مانند اینجا؟ نه یه چیز بزرگتره، یا ماهیه یا لاک پشت، یه چیز اینجوری انگار. آب میپاشه ازش بیرون. آره زوم کن. بیا اینجا رو. برو جلو صخره رو ببین. چقدر خوشگله. مطمئن باشم که مثل اون دفعه موبایلتو فقط ول نکنی. چقدر خوشگله. فکر کنم البته نور خیلی زیاده تو دوربین. وای چقدر خوشگله. یه سنگ قبر مانند اینجایی که صاحبش خیلی ویو خوبی داره. اومدیم اینجا یک عالمه از این انواع اقسام پرنده ها رو دیدیم. قاز و اردک و نمیدونم چند تاشون چی هن، ولی خیلی خوشگلن، خیلی انگار نقاشی هن.